بچه‌ها، زیروسیمی هستن. خوشم به این ویدیو جدیدمون که در مورد فرم زنبور عسله که چطوری به دست بیاریم اینجور چیزا. قبل از که بریم شروع کنیم یه چند تا توضیح بدم در مورد فرم عسل. فرم عسل دو تا چیز میده، یکی همون عسله، یکی هم این نمیدونم این چی حالا اسمشو، خودتون میشناسید دیگه، من اسما رو خوب نمیدونم. بعد کندوی عسل دو نوع داریم، یه دونه دستی، یه دونه اینطوری که خود زنبور عسل میسازن، خب که باید با یه تبر خاص اونو برداریم. بعد زنبور عسل میتونیم دو تا چیزم باهاشون درست کنیم، دو نوع بلوک. یکی که با خود عسل میتونیم این ژل مانندی درست کنیم که روش بری کند میشه، خب کند میشه. اون کنارای اینو میبینید، اینم از عسل ساخته شده، اما از اون گلها، خب گلها و اینا ساخته شده، اما نکنید هیچ فرق خاصی نداره، نکنید هر چقدر راه برید چیزه. و بچه ها بریم برای فارممون. خب اول یه دونه چست زمینه میکنیم، یه دونه چست میذاریم. خب چست رو که گذاشتیم روش شیفت دکمه شیفت حتی میگیرید، بعد روش هاپر رو بزنید. خب بعد روی هاپر بعد یه دونه دوباره شیفت رو میگیرید و یعنی دوباره روش کلیک میگیرید، یه دونه کندوی عسل. خب میتونید دست افتاش راحته، چون میتونید بس سه تا میاد عقب. خب سه تا میاد عقب. خب بعد اینجا این چی میگن رسونم چیه حالا. بعد اینجا یکی دو تا اینجا میان کنار هم. خب دو تا این یعنی یکی دو تا این وری و یکی اون وری. بعد ما میخوایم روشو با چی میگن خدایا یه دونه دیسپنسر بذاریم. خب دیسپنسر رو مال برنداشته بودم، بعد دیسپنسر رو برمیداریم. خب دیسپنسر رو به طرف کندو عسل باشه، اینطوری نه ناکن میان کنارش طرف کندو عسل باشه. بعد اونو میکنید. بعد این کاری کردید، خب میتونید بلوک های دیگه هم استفاده کنید. خب من از این بلوک استفاده کنید. و این الان داریم ما این چرخش دستگاهش درست میکنیم. خب بعد از ردستون استفاده میکنیم تو اینجا که بره تا چیز. پس اون روی دیسپنسر هم باید یه دونه ردستون بذاریم که من تو این ویدیو نذاشتم بذارم. بعد این الان دیگه آماده. خب دیگه به چیز زنبور نیاز داریم. زنبوری که بذارین خودشون کاراشو میکنن. وقتی که 5 پر شد، خب اون چیزی که ما گذاشتیم پشتش هم رد چیه، خب اون 5 تا بیشتر 5 تا شد، به دیسپنسر اون پیام میده که داخل اینم باید شیشه بذاریم حتما، اون رو یادتون نره، باید حتما شیشه بذاریم. خب شیشه حالا بعد نکنی اگه این الان پیامو میرسونه، خب اگه بیشتر از 5 بعد شیشه بذاریم توش. خب اینجا میتونید دورشو بلوک بچینید و اینجور چیزا. خب میتونید کاراشو کنید، مثلا میتونید روی هم خب چند تا از اینا درست کنید، یعنی پیش هم. خب روی هم میشه، هم پیش هم میشه. خب اون هر حال بستگی به خودتون داره، من همینطوری اینجا چیز کردم. بعد این الان اینا کنید 5 بیشتر بشه، این ردستون ها دونه بدونه پر میشن. خب اینجا بیایم شیشه های خالیمون رو میذاریم. خب که وقتی اینا پر شدن شیشه ها رو خودش چیز میکنه. خب و اینا بود از آموزش فارم ما. خب امیدوارم راحت و ساده تو فارمتون استفاده کنید. بعد اینا بود دیگه، اینا نگاه کنید طرح پشتشه و تو بتونید درست کنید. خب بعد میتونید تزیینش هم کنید راحته. خب چند رو هم بذارید فارمش خوب کار میکنه، اما بخاطر اینکه زنبوره که باید زیاد باشن دیگه زنبوراتون برای کندوتون. بعد اینم میتونید استفاده کنید. اینم بود از ویدیوی ما. حالا میتونید مثلا خب این کاری کنید، بیایید از اینا بذارید همونه، خب اما به یه طور دیگه. خب مثلا من اومدم خب به جای اینکه دو تا برم اون ورتر یه دونش کردم و اینطوری رفتم بالا. خب باید حتما ردستون که به کار میبری 5 باشه، نه حواستون باشه الان 5 به کار رفته بر من بشمیده. خب مثلا الان اومدم این کاری کردم که این یعنی درستشه. اون آخه من شمردم شده بود 6-7 فکر کنم شمردم.
تا باید بیاد. خب بعد این الان کنید وقتی که اینا اثر درست کنن میره داخل. هنوز کندشون پر نشده. نکنید الان کندشون پر نشده. خب هنوز نکنید این همون کارو میکنه. تا ویدیو بخونه نگهداری یادتون نده. تا ویدیو بخونه